Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. اوی بریم بریم. آقا بریم کجا بریم؟ بریم مکانیکی. مکانیکی گفته میخواد عضو بگیری بریم ماشین بدارم ببینیم. من که ماشین ندارم، یه کلاهبرداری سرم یه کلاه کلاهبرداری یه کلاهبرداری سر همه گذاشته. عجیبه شهر عجیبیه حالا یکی بیشتری کمتر اینجا نیم اون بره. بیا، من ماشین میدم تو بشی من کار دارم اوکی بیا بذار روشنش کنم پرایده همینم نداری سویچشو بده. بشین بعد بعد جالبش اینه پرایده لینگش بنز. میخوام این ماشین از بنز بریم مکانیکی. دیگه بازی نمونه یعنی خدای پاور گیمینگ هم. پراید بدونه بله پراید با رینگ بنز. پراید صد تا بریم اسم الان. السلام علیکم یا ابا عبدالله بابا ماشین خاموش نمی‌کنیم زورمون زیاده. سلام علیکم. واسه سلام علیکم. چه خبر چیکار می‌کنی؟ حاجی بابایی کو اینا حاجی بابایی نیست. حاجی بابایی های حاجی بابایی. خیلی من یادت دزدیدی بدبخت یادت من اخواد چیز ما آدم جدیدیم میموشیم. ما جدیدیم عزیزم برو اون شکلش وسی خوبی عزیزم شده؟ آقای حاجی بابایی شمایی؟ بابایی پدرت عزیزم اشتباه گرفت حالا بابایی جان بیا جان من اگه من بهت گفتم بابایی ببخش بهت میگم بابلی این وضعیت درست نیست آقا این وضعیت زشته کثیفه مستهجنه به دل نگیر حالا بزرگ میشی یادت یه کار کنیم فامیلی یک روز گذاشتن هست آقای حاجی بابایی. حالا اومدیم خودمون موشیم. ما خودمون از افغانستان فرار کردیم از طالبان فرار کردیم آره ما کارت ملی نداریم. ولی نداریم تو کارت ملی بعد این یه کاری بگیریم شما اینجا پناهندگی بهتون نمیدن نمیدن؟ دادن انشالله نه باید بگی یه شناسنامه معذرت تو چقدر نمکی کن شناسنامه نه افغانی شناسنامه میدن آره دیگه داداش ما اومدیم اینجا این نونی بخوریم یه چیزی بخوریم همین این آقای حاجی بابایی ما رو عوض میکنی. بابایی جان حاجی بابایی که میگم میگم ما رو عوض میکنی. این یکم بیشوره میگه حاجی بابایی این مگه حاجی بابایی بیشور لحجه دارم خب زشته اینجوری حرف نزن طالبان همونجا که منو پاره می‌کردن طالبان اسم میشه ما به اسم صدا کنیم. شما وقتی که گرفت فامیلی من رو دوست کنیم وقتی میتونیم موضوعت کنیم به خدا فامیلی تو نمیتونم فامیلی من چیه؟ حاجی بابایی بگو حاجی بابایی نه بابا حاجی بابایی نه بابایی بابا بخون بعد آی میذار حاجی بیب این خوب این خوب نکن بچه های خودتونن دیگه من هیچ خب ما حاجی خالی صدا میکنم. حاجی اومدیم ما عوض میکنیم. آره اون بقیه‌شو نمیگیم بقیه جیل ما اومدیم عوض ما رو عوض میکنیم. بگیری نداره فشاری شده خود بگاهی شده الان زدی عوض بگیر نه زوزگیری نداره بگو برای شما نداریم دیگه بگو فرق میذاری دیگه بگو فرق میذاری کارت دیگه ملی من خوردین حاجی بابایی
حالا که این دوره لیدر فرق‌گذار نمیخوایم بریم حاجی بابایی یه روشن کن بریم خودت برو خیلی چیز میگه. بریم یه ساعت دیگه میام حاجی بابایی فعلا بابایی جان خلاص بریم بیمارستان ببایی بریم بیمارستان بریم چی میگم بریم چیز نه بیمارستان مدیک حال نمیده بریم تاکسی بریم تاکسی تاکسی بریم دوتایی سواری یه ماشین شیم مسافر بزنیم باز فرار کنه خفتش کنیم بریم اونو بریم نه بریم تاکسی خفت گیری یارو فشاری شده آره میبینیم حاجی بابا چه فامیلی گذاشته رو خودش واسه همینجا بسیم عزیزم این مولده مولده آخه مولده مولده با دستبندم قشنگ معلومه داشتم میبردنش خاطر آقا ایشاله به جهنم ایشالله شاید زیرشون نکن بیتر مرده حرف نمیزنه داره میان مری بریم باید بریم گیر بدیم بریم این گشتی ارشادیم زنده نکن آقا بریم زنده کنیم با همین قرار زنده نکن میکشم داداش، زنده کنیم با زنده همین قرار نکن بهش میکشم میگم من سوار کن چرا یهو میری برو زیرش کن بس میگه آرپی کنیمش بابا یه فشاری آره اساس میگم یه جیل کن حالا ما که کم جیل نرفتیم بذار کار دومش ها شماره یکی رو بهم داده بود میگفت زنگ میزن لیدر تاکسی هم ندارم شمارش من اصلا گوشی ندارم تاکسی اینجا بود بو نگه دار برنامه گیر خر گوساله میگم 10 روزه نخور. خوبی عزیزم خوبی؟ قربونت. عزیز باز کن برو خسته نباشی عزیزم از دمه در چرا میتونی درست بگم ما دیگه خودی عوض شدیم دیگه عوض میخوایم بشیم خب برید بیرون واسه تو عزیزم لیدری پراید واسه دلت تست میاد بگیره بنزین عزیزم زشته. این پراید با رینگ قربونت بنز داره و این بنز نکن رینگو نگاه کن زشته خب مثلا همین رینگش میتونه 4 تا پراید بخره 100% 4 تا از اینا خب ما رو بس کن 10-20 تا عزیزم برید دمه در منتظر لیدر بیاد بیرونمون کرد الان لیدر کجاست لیدر میاد الان بهش میگم بیاد الان بگو الان من داداش دمه در میگم. ببین تو باز کوس بوک میزنم به خدا اصلا بوق میگم آقا بس بگو خب در رفتش بگو نگرد برو جلو وایسا بگو نگرد نیومد الان میگم برو نیومد عزیز بگو سریع بده عزیزم میاد باش بنزین نداری برو بنزین بزن ندارم نه خالیه خب برو بهتره. نه بریم بنزین بزن بیایم تو اینجا باش من برم بنزین بزنم بیام نظر من اوکی برو بیا خوبی؟ بیادب رفتیم الان میام بگو.
اگه نشد بریم لایسنس. بریم من فرق نداره، فقط بریم اینجا بازش. لایسنس بریم باید. آرپیش خوب باشه میدونی. یه بار دیگه بریم پیش حاجی بابایی. شاید قبول کرد. پارسا میخوان تست بگیرن ازم، گفت تو هم میای. کجایی؟ من داخل تاکسی. من تو هم. کجایی؟ آقا فقط با پراید این بنزین. اومدم من تو هم. خیلی خوش اومدی. کارت سلام واسه علیکم. جردن خیلی ممنون. آقا با عبدالله و سلام علیکم. اینو سلام علیکم. خیلی خوش اومدی. کارت ملیتون نشون بنده بده. چشم. سرپویشون نشون بده. اینکه شما به بوین شهری مسلط هستی. من کیشون. ولی شهری آرپی مسلط خوبه. هستی. آرپیچیه. آرپی خیلی چیه خوبه. یارو؟ آرپیچیه. 96. چرا صحبت میکنی؟ نه منظورم خوب همون. خب ببین آره. آیا چیز بوین رو ازت چند تا میپرسم، اینا رو جواب سر رنگ گوش بذار اینجا. بزن. اثر رنگ گوش بذار. مرسی آقای مهران حسین. با چی میزنیم آن اینو؟ بیو بزن بعد نقطه بزن. اسلش بی؟ نه بی خالی بزن نقطه بزن. نه اسلش چیه اون؟ اسلش نیست، بی خالی رو بزن خب بعد نقطه؟ بعد نقطه. یعنی اس تیو بزنم بیو بزنم بعد نقطه؟ نه تیو نزن، بیو بزن نقطه بزن. آها. خیلی نوبی. اینم چیکار میکنی پشت؟ خاموشه با چیکار میکنی فقط؟ که خاموش. خب خیلی خوش آقای عزیز. جانم خوش عزیز. اومدید ممنون. اینجا. من یکم خیلی خوش کمرم اومده درد فکشن می‌کنه. تاکسی تا کمرم درد اجازه بدید تا من کارا اداری بقیه کارا اداری انجام بدم. بیرون تشریف داشته باشید تا من یه سری سوال از دوستان بپرسم. ما میگه لحظه اتاق- ما لحظات خوشی رو سپری میکنیم. بقیه لحظات خوشی رو سپری نمیکنن. بله. اتاق دیوتی کجاست؟ دیوتی نداره. بیا. تخت. دینگ دینگ. بجم. جان آقای حسینی. خوب هستی؟ یه سوالی داشتم. این اتاق لباس عوض کردن کجاست؟ اونجاش. خار کسته اینجا پلیس از بی ناموس نمیتونم دوربینو بگیرم بالا کینم تو کس زننت بهنام مادر جنده بهنام مادرت گاهی دست به خدا بهنام تشریف میاره پیش این یه آقا. سوالی دارم. یه سوال. اجازه بده تشریف میاره پیش این آقا. ماشین بر میداری؟ او. آیا چیز حسینی تعرفه داخل شهری 15 سیکه بیرون شهر سیکه الا 60 شب شده خطرناکه ایشون تنهایی بره. 2 نفره بریم. میشه با هم بریم؟ بیا این من نباشی میترسم. ترسیدی یا ترشی؟ آیا حسینی خطرناکه. آیا حسینی تشریف ببرید مسافر دارید. برو. من میترسم. تو میره؟ به منم گفت ماشین مرد برو بگم. اوه با چی ماشینی؟ ببین چقدر بگیرم ازت؟ بگی. پول بده پول چی میخوای؟ پول زور بده پول گفت مرسدس بنز بکشیم اون بیرون. اولیه هفته نداریم. بنز اولیه بابا
آقا این ماشینه چجوری دارم؟ بابا حروم زاده این چه خبر ریدم تو قیافت پلیسی چی؟ مان تصادف کردم مثل چی؟ مان پلیسه رو دیدم 2 متر تو هوا. اوکی کوسکیت با این میزنم تو سعی گوشه یه جایزه داره لیپ لوپ داره کوسکش تخممو میزنم تو مغازه کونی پاره میکنم. بگو بیا بگم میای دنبالم؟ پول نرم بذار من مسافر زدم بعد از این مسافر میام. هوای من رد شدی؟ نبدی؟ آره آره این تو بودی؟ آره. علیه علی سلام بابا کیه؟ علیه بیا بشین الله اکبر چطور با هم میریم ما؟ بلوش من توییتی کنم؟ یوتیوب کن آقا بریم سوار کنیم. یارو کجاست؟ توی فرودگاه بود. احمق الان فرودگاه بود. مارک کردی؟ چیه اون مارک؟ فرودگاه بود رفته این ور. خب اولا برای چی درخواست تاکسی میدی؟ مارک داریم یه پردادمین بده شکایت کن. داره 2 تا مارکه. میگن نقاب بزن اون موقع است که تراغلات تموم نمیشن ترام بگاس میشه نمیدونم نمیتونم مسیرون بلندم صدا کنن شبم قبیهم که یه رفترم جلوم بشه صدا بلندتر اگه بارن شب با این طرف میشه بار از گرد نشین دورم جمع یا بالا کره باز کجاست؟ قیب شد قیب شد. آره بیا با هم بردیم. نه با هم باشیم بهتره این خرابتره ما ولش کن. کره باز این تو میخواستیم آقا تاکسی خواسته بودی. ماشین میخواد آره بشین بریم آره منم آقا منم هلو اینجا بشین بشین خب خوب هستی؟ کجا میری؟ کجا میری قربت؟ من به اسم شهر یک اون خیلی دوره شهری کجای شهریه؟ کجا شهری دقیقا؟ بایستا شهر داری خیلی دوره کجای شهری؟ خیلی دوره من دم جراجی خیلی دوره دم پیدی؟ آره پلیس؟ آره خب کرایه میشه 160. حالا به کی بدم به کد ملی 18. بده به 18 بیزنس 160 بله فدا با موزیک زنده نه موزیک نذاریم آنا کپی رایت میخوره نه بله عزیز دلی به ایت بدیم برای آقا بگو سرعت بالا برم یا پایین؟ بالا پایین برم این سیر زینگی نداری باید پس کنیم پایین نه ای داشتم پرت میگرم. بره دیگه بذار بیفتم تو اتوبان. کمربنداتون رو ببندی. بله خلاف بریم یا از راه درست؟ باره دیگه بابا عزیز آهنگ زنده دوست داری؟ آره بخون خودت بخون. نداریم آهنگ زنده نداریم ضبطم خرابه همینه این چیزی دلش خودش بخون تا میرسونه وقتا بهنام مادر جنده خال پست خوب گوش کن کیرم تو کستنانت خوب گوش کن مادر سگ تخم حروم کیرم به اجدادت خار کسته مادر سگ
بهنام گوش کن مادر جن. خوبه؟ بارو. پلیسه. خب در رو ببر. بریم تاکسی. آره. بریم برو به چرخی تو شهر. به چرخی نداری. آره برو مسافر شدی کنیم. حالا بریم خطی وایسیم. برو من این ماشین بدنیم خطی. این که چراغات رو روشن کن برادر بهم. چراغ با چی؟ آها با اله پلیسی هم داره. بابا نزدم به جایی. ریدی و ایران. بابا جایی نزدم. اتوبوس برداشتم بابا. ریدی با این رانندگی بسن بهت میگم. بابا دارم مستقیم میرم. جاده به این میتونی سرعت رو برگردون بری پایین. از اینجور میدونم میخوام دور بزنیم. بدبخت. برو پایین برو پایین. من که روشن نکردم که. آدم با سر میاد تو ماشین. برو پایین میرم رد نی. خب چه فهمی؟ برو پایین. هنوز نمیدونی چجوری آدم سوار ماشین میشه. برو پایین میرم. بفرمایید شما بفرمایید. روشن کن برو تو خیابون اولی. بدبخت یه چیه؟ بدبخت وایسا. یه چیه؟ رفت تو دیوار به خاطر اون خاطر درخواست رفت تو دیوار. خفه شو بابا خوشت اومده. خفه شو بابا. خفه که خوشت اومده. خوشم نیومده. نگاه کن بدبخت. ببین اینجا که مارک کردم برات هم عکس تاکسی هست نه و همینه همون جایی که تو رو سوار کردم. من ماشین ندارم کجا میری؟ بیا اگه جا پیادت همینجا پیاده برو. بیا برو. برو با هم میریم. دستو بولو دستو بولو. دست بودی حیف بود خب. خیلی تون میرم نه؟ حاله؟ اسم مرای دیگه نیار اینو خیلی چیزه. کریم به خود. واه کجا وایسادم. ایمان منی وای وای کریم مسلمون نیستی تو. به خدا مسلمون نیستی کریم. باش تاکسی یارو اینجاست. رفته؟ فکر کنم برای من زده اینجاست. ببین آیدی 24 هست اصلا تو بازی. آره یاسین نجفی. اونا جلو اونا. برو مستقیم برو کور. نه برو اینجا. سلام آقا تاکسی میخوای داداش؟ تاکسی آهنگو قطع می‌کنی؟ آهنگ نیست اصلا. اینه؟ یاسین نجفی. تو بیشتر این نیست. اینی یاسین نجفی رو آقا کد ملی 24 ندیدی اینجا؟ ندیدی؟ رفت کد ملی 24.
خوش بکنم از این راه را. برس اومدی چی داده؟ لغوش کردم بابا ولش کن. کجا بریم تاکسی الکی این همه راه کوبیدیم اومدیم. بزن یه راه جدید بریم. کجاست؟ من چه میدونم بر تو کجاست؟ کیلومتر ماشینت آخه دیدی؟ دم اسکین شاپ کی میگه بیا؟ کیلومتر ماشینت دیدی؟ بغل ایستگاه چند اوه چقدر تون رفت، چقدر زیاد رفت. الان چرا باید اینجا باشه ها؟ باید بریم تو هم باید ببرم دم تاکسی تو هم کار کنیم. نمیخوام 24 رو قبول کنیم. خونه لقت اینه؟ سلام علیکم عزیزم بایستی شمایی؟ چه خبر؟ لالی ادب بده دادی بالا کد ملی 117 رو این اطراف ندیدی نه اصلا. به هیچ عنوان حال اصلا نبوده خب برو دیگه چیکار میکنی برو دیگه کجاست؟ واسه ببینم اینه یارو کجاست؟ لفت ها؟ کرده دیگه احتمالا نقب نکرد لفت کنه اسمسش برام تو میاد. مپ هست ایناش همونه بابا عوضی. نه 117 نبود برای من اومده اینه این 12 یه چیزی برای من اومد اینجاست اینا. آره آیسا واسه کره باز عزیز شما درخواست شما دادی؟ تاکسی نمیخواستی؟ شما تاکسی درخواست دادی عزیزم خب بشین بریم دیگه. درو گفت کجا بریم؟ درو گفت ما کجا؟ بگو 200 کی بگو 200 کی عزیزم کجا میخوای بری قربونت بشم ها گاو داری؟ گاو داری ما بری خونت خب عزیزم 200 کی 200 کی دیگه قربونت بشم گاو داری دیگه ما این ماشینا به کد ملی 18 ما میگم چراغ به من آمبولانسی دیگه برای بده به دوشم من دیگه میکنم یکم گمتر میریم. بده به من دیگه 160 که قبلی گرفتی پوش می‌کنی؟ من نصف میکنیم ما بده پولو بده بذار برسیم. تا الان 200 الان تا الان 360 که گرفتی بده 150 تاشو بده نصف کار پول میخوام من یه آبر میشه من شروع میکنم جامعه جا این پولا منه بده پولا منه بده پولا باشد زشته پولا منه میخوام بخورم برسیم. این گناه داره الان این 120 وسط که بخوایم. بده من نمیدونم 120 نه 150 تا بده 140 تا میدم. 150 تا بده من هیچی پول نداشتم. آقا بره گمش پول من بده باشه بذار اوکی 100 برسیم تا بده بهتون. آقا 100 تا بده شطور دیدی ندیدی اوکی. این کوره عزیزم آهنگ میخوای برات بذارم ها نمیاد صدات میخوای نمیاد میخوای میگم نمیاد نمیاد صدات بخوای. میخوایم ندارم بذار خرابه اون میگه چی تو میگی چی؟ گفتی تو میگی چی؟
همینجا پیداش کن برو. من اون جلوتره. من قبول کردم نه. اوکی کجاست؟ پیداش کن بره گاوداری همینجا سیه. بزنین جلوه کاف داره اینجا. بابا همین بگو بالاخره بگو رفتیم گاوداری تو چقدر بیشوری. داداش گاو 200 که پول داده بنده خدا. همینجا پیداش کن بره ماهان. بابا بذار برسونیش کنه من داره. میخوام بشم پشت. اوکی الان بفهم. برو باین. برو بچر برو خوب بچر. قربونه راننده و عوض. آقا یه مسافر من میزنم یه مسافر تو خوبه؟ خرابه. نه سالمه. بریم کجاست یارو؟ نه این قبول نکرد. منتظر مسافریم. داداشون چه؟ آقا من این مسافر قبلیم همشون قبول کردم رو مپ عکسشون هست. چیکارشون کنم؟ آیدی شو داری؟ آره دو رو بزن آیدیشون رو بزن. دو رو میزنم مثلا چیزی باز نمیشه. نه هم میزن باز نمیشه. اینو قبول کن اینو قبول کن اینو ولی قبول کن. اوکی. خاک تو سره. آقا نگاه کن اینجا نوشت قبول کن. حل برو. کجاست بذار ببینم. میارمشون به جلو بالا به جلو علومه آینه‌شون. اسم منم DJ Ahmedi Remix. من بگو رب کن دست صاحب مردم میگیره سگ باز چندان ماز بچگاری از ماز هرچی این کرباس بره کربال میزنم بی با جرقب کون اگه میگوشتم تو برو اول دوستان رسیدیم قاسم آباد. این راسته قاسم آباد ما داریم حرکت میکنیم. ای وایسا گوشه کسکش قاسم آباد. این بلوار بیابان خدا نگاه کنید کوها معلومه. قاسم آباد سفلا قاسم آباد کوچیک و بزرگ قاسم آباد ایش بای بای خانم مایسا سلام. چجوری توی بیابون زندگی میکنی؟ این سونه قاسم آباد چجوری اینجا زندگی میکنی خانم محترم؟ واقعا به من توضیح بده اینجا چجوری زندگی میکنی؟ درختم داره این منم بیابون نگاه زمین کشاورزی اینجا زندگی میکنن. سگ داره اینجا آدمو میگیره ماشین پرای رفت سبقت گرفت ازم. اوه یه پرشاب پلیس کارش چیه؟ داداش عزیزم کی بود گفت پلیس کارش چیه اینجا؟ کسی گفت پلیس. بیا پیدی. چیکار میکنی؟ من گفتم پیدی. چیکار میکنی؟ آقا چه وضعشه؟ اومدی؟ من جلو ایستگاه تاکسی بایستم. چه طرز رانندگیه؟ بلد نیست رانندگی. اون چرا ردی؟ مگه نمیبینی تو ماشین الان برو گم شو برو گم شو وسی از زمانی که قربان شما سلامت باشید جانم. ماشین برای ایشونه. بله اوکی. شاهین نجفی تو بی شرفی. شاهین نجفی تو بی شرفی شاهین نجفی تو بی شرفی تو برای ما نیستی عددی تو برای ما نیستی عددی. یارو آره بهتر.
بیا پایین ببینم، بیا پایین ببینم. گواهینامه تو هکی گرفتی تو گواهینامه تو هکی گرفتی. کی به تو گواهی نامه داده؟ کجای جاده اینطوری میپیچن اینور؟ السلام زنگ بزن سعاده همین تکلیف من با مشخص. به دوربین کنترل سرعت نزدیک میشه. چرا؟ چی شده؟ خسارت زده به ماشین من داره فرار میکنه. من گوشی ندارم. یه ماشین برام کشی بیرون من دیوتی کنم. اینه که خودم بلدم بیا میخواستم مشکل نباشه بدون دیدی بکشم بیرون بیا. همینجوری شرم داری؟ همینجوری این چه خوشگله ماشین دوست داشتم ماشین نداری که. آیا حسینی جان منم آقا پارسا جان پارسا بیا تو مردی؟ بیا دیگه بیا بشین بریم. بایستا اومدم. ماشین خرابه برو تعمیرش کن. کجا باید تعمیر؟ ای وایسا واسه بیام جلو وایس. آقا وایسا برو مدیک من اچ پی بزنم. برو آروم برو فقط. بگاز نه منتظرم که بکاپش برو مدیک من اچ پی ندارم. این الان ماشین لیدره ها. من تو خود لیدر برداشتم. خب همینجوست 3 سوته میام. من میخوام حالا چقدر افتاد. السلام علیکم. به بنده جون میدهید در چسب زخم میزنید. بزن دیگه بزن دیگه نمیشه دهنت عزیز دیدی حالت قربان من اچ پی نمیده بهم. بیا بیرون پیش این یارو دکتره بگو اچ پی. من رایگان اچ پی زدم. آها دروا بگیر اینم من قشنگ دروا بگیر اینه گلش خوشن بگیرن. ها؟ کجا میخوای بری؟ تاکسی؟ تاکسی میخوای بری کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ تاکسی میخوای بری؟ من بزنم ادامه دانلود رو بره. بله فعلا خدا. برو بر بچه کون نخوان مادر جنده نخند کیرم تو کستلنت نخند مادر سگ تخمروم سیستان بلوچستان زندگی کن کستانگه نداره بدبخت بیچاره تو از هادی گشته تری خارنن جنده Darling, we'll make a big